سلام به همگی، خوش اومدید به کانال بوکست. قبل از هر چیزی اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً اون دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید. یه لایک یا همون قلب هم به ما انرژی میده و اگه فکر میکنید این بحث به درد دوست صمیمیتون میخوره حتما براش بفرستید. ممنون. خب امروز میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به یکی از کتاب‌هایی که راستش خیلی سر و صدا کرده تو دنیای توسعه فردی، باشگاه 5 صبحیا، نوشته رابین شارما. کتابیه که خیلی میگن زندگیشون عوض کرده. میخوایم ببینیم اصلا چرا نوشته شده و حرف اصلیش چیه. اول شاید بد نباشه یه اشاره بکنیم به خود رابین شارما. کی هست اصلا؟ آره حتما. رابین شارما خب همونطور که شاید خیلیا بدونن اولش اصلا وکیل بوده، اما بعداً مسیرش رو کامل عوض کرد. با کتاب‌هایی مثل راهبی که فراریش رو فروخت خیلی معروف شد. الان دیگه یکی از چهره‌های شناخته شده تو زمینه رهبری و موفقیت، مشاوره میده و سخنرانی میکنه. جالب جز وکالت رسیده به اینجا. بله. و باشگاه 5 صبحی ها رو نوشت تا یه ایده به نظر ساده ولی قدرتمند رو جا بندازه. اینکه اگه بتونی صبح زود بیدار شی، یعنی ساعت 5، وقتی که هنوز دنیا آروم و دیسترکشن کمه، اون موقع میتونی کنترل زندگیت رو به دست بگیری. یعنی مدیریت صبح مساوی با مدیریت کل زندگی. این ایده اصلیشه. خیلی جالبه که این ایده رو تو قالب یه داستان گفته. یعنی صرفاً یه سری دستورالعمل خشک و خالی نیست. ماجرای یه میلیاردره، یه هنرمند و یه کارآفرین که انگار توی یه سفر این رازهای موفقیت صبحگاهی رو یاد میگیرن. این فرمت داستانی کمک میکنه نکات بهتر تو ذهن بمونه، نه؟ دقیقاً، چون تئوری خالی نیست. میبینی این شخصیت‌ها چطور اینا رو به کار میگیرن. و خب میرسیم به اون بخش کلیدی و شاید طلایی کتاب، همون قانون معروف 20-20-20. این قانون خیلی ساده است در ظاهر. میگه 60 دقیقه اول روزتون، یعنی از 5 تا 6 صبح، به 3 تا قسمت مساوی تقسیم کنید. 3 تا 20 دقیقه؟ 20 دقیقه اول برای چیه؟ 20 دقیقه اول حرکت و ورزش. لازم نیست خیلی سنگین باشه ها. یکم فعالیت بدنی که ضربان قلب بره بالا. هدفش اینه که دوپامین و سروتونین ترشح بشه، انرژی بگیری، تمرکزت بره بالا. یه جور استارت قوی برای بدنه. درسته. که روز رو با انرژی شروع کنیم. بعدش چی؟ 20 دقیقه دوم برای تأمله. میتونه مدیتیشن باشه، میتونه ژورنال نویسی باشه، برنامه‌ریزی برای روز یا حتی شکرگزاری. هدف اینه که قبل از اینکه شلوغی‌های روز شروع بشه، یه ارتباطی با خودت برقرار کنی، ذهنت رو آروم و شفاف کنی. و 20 دقیقه سوم؟ و 20 دقیقه آخر میره برای یادگیری. حالا یا کتاب میخونی، یا به یه پادکست آموزشی گوش میدی، یا یه مقاله مفید میخونی. هر چیزی که یکم به دانش و مهارتت اضافه کنه. پس این قانون 20-20-20 یه جورایی سرمایه‌گذاری متعادله. هم روی جسم، هم ذهن، هم روح. همه اینا تو همون ساعت اول صبح. شارما خیلی تاکید داره که قبل از اینکه گوشی رو چک کنیم یا درگیر ایمیل ها بشیم، اول به خودمون برسیم. این اولویت بندی خیلی مهمه. دقیقاً. نکته کلیدی دیگه‌ای هم که روش تاکید داره، بحث پیروزی‌های کوچک هست. ببینید تغییرات بزرگ یه شبه اتفاق نمی‌افتن. از همین قدم‌های کوچک ولی مداوم ساخته میشن. همین 1 ساعت اول صبح اگه هر روز تکرار بشه، در دراز مدت یه تفاوت خیلی بزرگ ایجاد میکنه. اثر مرکب داره. و بحث عادت سازی هم هست که میگفت 66 روز طول میکشه. بله، اون به یه سری تحقیقات اشاره میکنه که میگن حدوداً 66 روز لازمه تا یه رفتار جدید تو مغز ما تثبیت بشه و تبدیل به عادت بشه. این فرایند هم مراحل داره. میگه مثلا 10 روز اول خیلی سخته، بعدش یه دوره چالش برانگیزه و کم کم آسونتر میشه. پس یعنی باید صبور بود و استمرار داشت. نمیشه انتظار داشت از همون روز اول راحت باشه. قطعاً. صبر و مداومت کلید اصلیه اینجا. شارما حتی اون تصور رایج که بعضیا ذاتاً شب زنده دار هستند رو هم به چالش میکشه. معتقد این بیشتر یه الگوی اکتسابیه، یه عادته که یاد گرفتیم. وگرنه بدن ما با ریتم طبیعی طلوع و غروب خورشید سازگارتره. یعنی میگه با تمرین میشه سحرخیز شد، حتی اگه فکر میکنیم شب زنده داریم. بله، نظرش اینه که شدنیه.
شاید اولش سخت باشه ولی بعداً تطبیق پیدا میکنه. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، پیام اصلی باشگاه 5 صبحی ها اینه که صبح زود بیدار شید، اون ساعت اول رو با قانون 20-20-20 به خودتون اختصاص بدید، برای ساختن این عادت صبور باشید و یادتون باشه که موفقیت‌های بزرگ از همین کارهای کوچیک مداوم میان، درسته؟ دقیقاً همینه. اون 1 ساعت اول، اون زمان طلایی که حواس پرتی کمه، یه فرصت بی‌نظیره برای سرمایه گذاری روی خودمون. خب این یه نگاه کلی بود به ایده های محوری کتاب باشگاه 5 صبحی ها. و حالا میرسیم به سوال از شما شنوندگان عزیز. آیا شما تجربه‌ای با سحرخیزی یا حتی اجرای همین قانون 20-20-20 دارید؟ اگه آره، چه تأثیری روی زندگیتون گذاشته؟ برامون تو قسمت نظرات بنویسید. خیلی دوست داریم تجربیات شما رو هم بشنویم. و شاید یه سوال دیگه هم برای فکر کردن خوب باشه. فارغ از ساعت 5 صبح، اون 1 ساعت طلایی و بدون مزاحمت شما تو طول روز چطور میتونید ازش برای رشدتون استفاده کنید؟ خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. تا معرفی کتاب بعدی و گفتگوی بعدی، خدا نگهدار.